سلام، وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت اول از فصل سوم پکیج نوازندگی برای خوانندگی در خدمت شما هستیم و این جلسه رو اختصاص میدیم به اجرای 3 آهنگ در میزان نماهای مختلف. با ما همراه باشید. اولین آهنگی که بررسی میکنیم آهنگ بوی عیدی هست از فرهاد مهراد در میزان نمایی 6 و 8 سنگین. سعی میکنم با تمام پترن های 6 و 8 سنگین اینو اجرا کنم که یاد بگیرید اصلا کجاها بعد از حالتهای آکوردی استفاده کنید، کجا از حالتهای پترنی و این تنوع ها چقدر به کار کمک میکنه. آهنگ ها از سایت لامینور که یک سایت ایرانی هست انتخاب شده. طریق کار با این سایت و اینکه چجوری گام ها رو داخلش تغییر بدیم تو فصلهای قبل توضیح داده شده. من گام این آهنگ رو تغییر دادم به گام می مینور. گام اصلی لامینور هستش. برای انتخاب گام اولا گامی انتخاب کردم که زیاد سخت نباشه براتون و اینکه خودم هم بتونم تو محدوده صدایی اوکی اینو بخونم، چون تو فصلهای قبل معمولا گام‌های اصلی رو انتخاب می‌کردم و یه مقداری سخت‌تر بود برای خودم تو خوندن تو این گام‌ها، چون معمولا تو صدای خواننده می‌بینید که معمولا تو اوج خواننده سخت میتونه اوج رو بخونه، تو قسمت بم هم همینطور. به خاطر همین باید گامی انتخاب شه که تو محدوده مرکزی صوت باشه که کامل راجع به این موضوعها قبلا صحبت کردیم. شما برای که توی این مقوله حرفه‌ای بشید که آکومپانیمان کنید، اجرا کنید و بخونید، باید بتونید با تمام حالتهای آکوردی، آرپژی یک آهنگ رو بزنید که در آن بتونید تصمیم بگیرید حالا من برای کدوم قسمت چه آرپژی رو انتخاب کنم. طبق چیزی که میبینیم آکوردهایی که نوشته شده: می مینور، دو ماژور، سول ماژور، دو ماژور، ره ماژور و می مینور. اگر میبینید من از مشترک‌گیری استفاده میکنم، ببینید مثلا می مینور رو من معکوس زدم و دو ماژور رو به این شکل گرفتم، سول ماژور دارم همه رو مشترک‌گیری میکنم. یعنی تو این سطحی که الان هستید دیگه از شما به عنوان یه هنرجو به اصطلاح توقع میره که حتما بتونید با مشترک‌گیری معکوس ها و مدل های متفاوت تر اجرا کنید، چون حالت های پایگی دیگه برای فصل 1 بود، فقط فصل 2 وارد مشترک‌گیری ها شدیم و در نهایت تو این فصل ترکیب تمام مطالبی که تو این فصل ها آموزش شده به صورت پیشرفته به شما درس داده خواهد شد. یه بار همزمان اجرا میکنم و میخونم. بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو. این جایی که آکوردا پشت سر هم نوشته شده 100% باید شما سریع عوض کنید. سفره نو. با پترن 1A میخوام یه بار این آهنگ رو اجرا کنم. تو واحد 6 و 8 هستیم، پس مسلما 6 و 8 اسلو هم هست. این موزیک شاد نیست. ببینید یه سری سوالایی که پیش میاد: آیا میشه یه آهنگی که شاد نیست و شاد اجرا کرد؟ بله میشه، ولی خب ما مسلما آهنگ رو اون شکلی نشنیدیم. مثلا بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تند ماهی دودی. میبینید این آهنگ رو میشه 6 و 8 شاد هم اجرا کرد، ولی خب اصل آهنگ این موضوع نیست. برای 6 و 8 شاد من آهنگ مداد رنگی ابی رو انتخاب کردم و آهنگایی که به اصطلاح حالت ایرانی خودمون شاد میگیم منظورمون آهنگای 6 و 8 که تو عروسی‌ها پخش میشه میشناسیم. پترن 1A: بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ. دست چپ من دقت کنید، من همچنان دارم پایه میزنم. این ور دست راست رو دیگه
به صورت پایه نمیزنم، دستمو نزدیک میکنم به دست چپم که بتونم در آن مشترک‌گیری هم انجام بدم و تو محدوده‌های بم بمونم که قبلا هم توضیح داده شده بود. تو محدوده‌های بم بمونید که صدای خواننده خدشه‌ای وارد نشه، مثلا اینجا زده نشه بوی عیدی بوی تو. میبینید انقدر صداهای نمیذاره صدای خواننده رو باشه، پس این محدوده بم رو برای صوتتون انتخاب کنید تو زدن و خوندن. و یه سوالی که خیلی از من میپرسن، اگر من دارم تو این اکتاو میزنم و میخونم صدام هم باید های کنم؟ نه، این ارتباطی به زدن و خوندن ما نداره. ببینید بوی عیدی بوی توپ، حالا ببینید فرق شو، بوی عیدی بوی توپ. میبینید خواننده داره همونجا میخونه، هیچ اتفاق عجیبی تو این موضوع نیفتاده. پترن 1B، بوی عیدی بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مادر میکنم. شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب. پترن 1B بود. پترن 1C و تو واحد 6 و 8 پیشنهاد نمیدم تو 6 و 8 اسلو استفاده کنی. به این صورت میخواد زده شه، بوی عیدی بوی تو، بوی کاغذ رنگی. میبینید به این صورت نزدیک به پترن 1B برای 4/4 1C رو استفاده میکنیم. حالت 2A، این از جمله آهنگایی است که اول شما باید آکورد رو بزنید بعد بخونید. نوت خواننده هم نوت می هستش. بوی عیدی بوی تو، بوی کاغذ رنگی. این آرپش هایی که میبینید به این شکل عوض میشن تو یه سری آهنگ ها هست که مثلا آهنگ های شادمهر، آهنگ های قدیمش البته این اتفاق زیاد میفته و فرهاد و نمونه های مشابه هم داریم. یه سری آکورده که زود عوض میشن پترن رو باید نصفه رها کنیم، مثل بوی کاغذ رنگی. پترن 2B، بوی عیدی بوی تو، بوی کاغذ رنگی. این پترنیه که شما مجبورید تمرین بیشتری داشته باشید برای زدنش، برای اینکه نوت ها رو بخواید پیدا کنید. توی حالت پترن 2B به این صورت بود که آکوردو که میزنیم نوت وسط باید بیفته یه اکتاو بالاتر، به این صورت. که پترن 2B یکی از قشنگی‌هایی که داشت میتونستیم تک نوت ملودی داخلش استفاده کنیم. بوی عیدی بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی عیدی بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مادر میکنم.
شادی شکستن قلک پول. به این شکل ما پترن 2 سی رو میتونیم اجرا کنیم و در نهایت 2 دی. بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی. میبینید وسط پترن ها میخوام یاد بگیرید این مدل های مختلف رو بتونید اجرا کنید. من اول یه پریویو راجع به این آهنگ ها میرم و در نهایت همه رو سعی میکنم ترکیبی استفاده کنم که ببینید چه اتفاقی میفته. بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی. این تنوع فقط حواستون باشه اینجور جاها که 3 تا آکورد پشت سر همه سریع بعد پدال هم عوض کنی. یعنی 3 بار بعد پدال رو اینجا عوض کنی. هر آکورد که عوض میشه شما باید یه پدال کلا تو مقوله آکومپانیمان و پدال گیری پدال رو عوض کنید. هر آکورد که عوض میشه، یعنی می مینور هستش اینجا که دو ماژور شد شما باید پدال یه بار بردارید و سریع بذارید که صدای آکوردهای قبل تخلیه و جدید وارد شه. از بوی تنده، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مادر میکنم. 2 دی پیشرفته تر این بود که تو فصل قبل هم توضیح دادم زیاد روی این پترن نخونید، جاهایی بزنید که خالیه و خواننده نمیخونه. برای مثال شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمر. اینجا یه نکته رو میخوام بهتون بگم. ببینید اینجا تا دست من داره یه ترکیب میشه لازم نیست همش کل آکوردو بزنم، ممکنه یه نوتشو بزنم برای اینکه دست یهو نزدیک به چیز شد. اگرم بخوام دست‌ها نزدیک به هم شد، اگرم بخوام برم یه اکتاف بمتر رو بزنم میبینید خیلی یهو بم میشه. پس اگر اینجا اومدید جلو میتونید یه نوت یا 2 نوتو بزنید. یه بار دیگه شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکنا ستانه خورده لای کتاب. سعی کنید اینا رو هم ترکیب کنید، استفاده کنید، خیلی قشنگتر صدا میده تا جایی که بخواید همه آهنگ رو با یک پترن بزنید. در هر صورت قلق آکومپانیمان و حرفه‌ای شدن توش به این شکله. شما کل آهنگ رو باید بتونید با تک تک پترن ها اجرا کنید. مثلا آهنگ بوی عیدی رو یه بار با 1 A، 1 B، 1 C، 1 D، 2 A، 2 B، 2 C، 2 D به این صورت اجرا میکنید و در نهایت تصمیم میگیرید کجاها از چه پترنایی استفاده کنم که قبلا هم توضیح داده شده بود که برای اوج آهنگ ها سعی کنید از پترن های شلوغ‌تر استفاده کنید، ولی خیلی تنوع داره و میتونید هر جای آهنگ خواستید مدل های متنوع استفاده داشته باشید. پترن 1 دی، بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی. اینجا مثلا منطق میگه که من جایی که بیام یهو پترنمون نصف استفاده کنم، جایی که هول میشم و کار برام سخت‌تر میشه، شما بیایید از حالتهای آکوردی استفاده کنید که بیشتر تو این موضوع به نفعتون هست. و در نهایت پترن 3A، بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسه جانماز. به این صورت پترن 3A رو هم اجرا میکنیم. اما تنوع بخشیدن به اینا چجوریه؟ ببینید من کارهایی که میکنم و شما سعی کنید اگر میخواید اجرا کنید و
بزنید و بخونید، با ویدیو پله به پله این مدلی پیش برید که دقیقاً چیزایی که میگم و یه بارم شما اجرا کنید روی پیانو. من حالا به خاطر کمبود وقت تو هر قسمت تیکه هایی از آهنگو هی میتونم کار کنم، ولی اگر بخواید به صورتهای خلاقانه این کار رو انجام بدید، مثلا بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسر جانمازه ترمه مادر بزرگ. با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مادر میکنم. شادی شکستن قلک پول. بیس های پرشی آموزش داده شده بود. حتی میتونید به صورت آکوردی بزنید. یه بار من میرم. شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب. با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مادر میکنم. این برای تنوع بخشیدن به کار. اگر دقت کنید تو این قسمتی که من الان آهنگ رو اجرا کردم، از تمام پترن اومدم ترکیبی استفاده کردم. اینکه آنالیز کنید دقیقاً داره چه اتفاقی میفته، دست من راحت ببینید میبینید که من یه جا مثلا رفتم دو دیو زدم، یهو میام بوی اسکناس تا نخورده. میبینید تا میام قسمت ها رو شروع میکنم اجرا کردن، یه دفعه میرم پترن یک ای، یه جا ممکنه یه دفعه بیام برای با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مادر میکنم. زیبایی این پترن ها اینه که شما بتونید متنوع اینا رو پشت سر هم استفاده کنید. اما آهنگ بعدی که تو واحد 4/4 در نظر گرفته شده آهنگ خوشبختی آرزومه از سیامک عباسی هستش. این آهنگ رو هم در گام می مینور برای شما در نظر گرفتم برای اینکه تنوع آکوردیتون کمتر باشه به نسبت داخل گام های دیگه. هی نرم که قسمت اول زیاد هم براتون شوکه کننده نشه که 24 آکورد یهو تو قسمت اول به کار نیاد که بخواد اذیتتون کنه. کم کم مثلا با نهایت 6 الی 7 آکورد درگیر باشید ولی بتونید به طرق مختلف اجراش کنید. مثلا من خودم بخوام این آهنگ رو اجرا کنم با پترن 1C بیشترش اجرا میکنم. اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از هم میخواد، اگه با همون راحتی، اگه باهات را میاد، اگه روزگار بعد تو رو ازم گرفته، اگه خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته. یه سری جا هم میتونید یه سری سکوتا اعمال کنید به کار. اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد، اگه با همون راحتی، اگه باهات را میاد. این پترن 1C هست که به این شکل اجرا میشه روی این آهنگ. مثلا پترن 1B به درد این آهنگ نمیخوره. اگر اجراشه میبینید که چقدر فان میشه آهنگ. اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد، اگه با همون راحتی، اگه باهات را میاد. میبینید به درد یه سری آهنگ هایی میخوره که مثالش تو فصل قبل آهنگ دل دیوانه ویگن بود.
به این صورت اجرا میشد و من با این پترن با نوازنده های پیانو خیلی کار دارم که تو قسمت های بعد مشاهده خواهید کرد. پترن یک ای. اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد، اگه با همون راحتی، اگه باهات را میاد. یه سری جاها وزن دستتون رو بیشتر کنید که حس و حال آکومپانیمانتون هم بیشتر شه. ببینید اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد، اگه با همون راحتی، اگه باهات را میاد، اگه روزگار بعد تو رو ازم گرفته، اگه خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته. این جاهایی که آکوردها زود عوض میشه تو ادامه آهنگ، اینجا مثلا منطقی نیست که ما بیایم پترن های 2B و 2C رو به کار ببریم، چون یه مقدار سخت‌تره. یه بار امتحان میکنم ببینید پرش های زیاد و پیدا کردن نوتای آکوردی مسلما برای یه سری شما عزیزان سخت‌تره، ولی کسایی که مد نظرشونه به صورت حرفه‌ای‌تر آکومپانیمان کنن و این مقوله رو یاد بگیرن، حتما انجام بدن که یاد بگیرن بعد چیکار کنن. خوشبختی تارزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطراتمون جداشی. به صورت آکوردی خوشبختی تارزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطرهامون جداشی. بریم ورژن سخت‌ترش که میشه پترن 2C رو بیایم تقسیم کنیم. جایی که این صورت بزنیم مثلا بگیم اینو تقسیمش کنیم به دولاچنگ. این موضوع رو من توی آهنگ بی احساس قبلا درس داده بودم. برای مثال خوشبختی آرزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطرام جداشی. خوشبختی آرزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطرهامون جداشی. پترن یک دی. اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد، اگه با همون راحتی، اگه باهات را میاد، اگه روزگار بعد تو رو ازم گرفته، اگه خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته. دوباره این پترن هم قابلیت دولاچنگ شدن داره. خوشبختی آرزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطرهام جداشی. خوشبختی آرزومه حتی با من نباشی، حتی. میبینید ترکیب این پترن ها با هم کارو در میاره و کارو زیبا میکنه. و چیزی که مد نظرمه اینه که تو این قسمت بتونید این مطالب رو کامل مرور کنید و بتونید از پسش بر بیایید که توی قسمت‌های بعد به مشکل بر نخورید. میتونه تک نوت ملودی اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد، اگه با همون راحتی، اگه باهات را میاد، اگه روزگار بعد تو رو ازم گرفته، اگه خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته. خوشبختی آرزومه حتی با. میبینید ترکیب این پترنا و آکوردا، میبینید پشت سرم چجوری صدا میده. وقتی که از یه پترن میریم پترن مثلا 3A اگه بخوایم بریم، 3A مسلما به خاطر دست چپایی که سخت‌تره و حرکت بیشتری داره، به خاطر همین بعد تمرین بیشتری همشه. اگه اون که کنارته
بیشتر از من میخواد. اگه الان من دارم 3A رو با یک دی ترکیب میکنم، یکی از ترکیبایی که تو فصل قبل داشتیم. اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد، اگه با همون راحتی، اگه باهات را میام، اگه روزگار بعد. میبینید ترکیبش کردم با 2C، یعنی اومدم از پترن 3A که با یک دی قاطی شده اومدیم همچین پترنی ساختیم. و در نهایت اینو در نظر داشته باشید که هر جای آهنگ بخواید میتونید پترن و الگوهاتون رو عوض کنید. فقط سعی کنید این کار رو بخش انجام بدید. ببینید بخش اول مثلا اگه اون که کنارته تا از خاطرم نرفته است، بخش بعدی میشه خوشبختی دارزومه، بخش بعدی تکرار دوباره خوشبختی دارزومه و قسمت بعد که وارد از همون روزای اول. مسلما الان برای من یه مقداری اصلا گام سختیه برای خوندن این آهنگ، مخصوصا آهنگایی که هم بم زیادی داره هم اوج زیادی. این آهنگا رو اگر آواز رو به صورت حرفه‌ای کار نکردید، این آهنگا رو انتخاب نکنید. آهنگایی انتخاب کنید که توی یه حدود باشن. یه دفعه‌ای مثلا کارهای مثل درخت ابی کاریه که خوندنش کار هر کسی نیست. به خاطر همین آهنگا رو انتخاب نکنید برای خوندن. آهنگایی انتخاب کنید که مثلا حالا چه برای تولید محتوا چه تو مهمونی جایی میخواید اجرا کنید، خوندنش هم به نسبت خیلی سخت داره. بعد حتما آواز رو به صورت آکادمیک یا حرفه‌ای گذرونده باشید که بتونید این کارو انجام بدید. مثلا من اگر بخوام اوجشو بخونم، از همون روزای اول میدونستم نمیمونی. ببینید به حنجره من داره فشار میاد برای خوندن این آهنگ، پس من اینجا رو بم میخونم که بهتر متوجه شید که چجوری باید خونده بشه. از همون روزای اول میدونستم نمیمونی، میدونستم نمیتونی عشقو تو چشام بخونی. از همون روزای اول. جاهایی که آکورد زود عوض میشه ترجیحاً پترن استفاده نکنید. این جور جاها رو آکوردی استفاده کنید که بتونید سریع تصمیم بگیرید. تازه تو حالتهای آکوردیش هم بخواید نوتا رو پیدا کنید و اجرا کنید، میبینید تو مشترک گیری چقدر سخته براتون که این کار رو انجام بدید. به خاطر همین حالا فرض کنید که ما بخوایم از پترن های مختلفی استفاده کنیم و اینو بخونیم. برای مثال یک سی، از همون روزای اول میدونستم نمیمونی، میدونستم نمیتونی عشق تو نگاه بخونی. حالا باید تنوع بخشی کنید برای قسمت‌های مختلف این آهنگ که بخواید به اصطلاح به صورت‌های مختلف آکومپانیمان کنید و روش بخونید. تو اکتاب‌های بالاتر هم میتونید این کار رو انجام بدید، فقط حتما تاچتون ضعیف باشه، محکم ساز نزنید اینجور جا. تا جایی که ممکنه باید تاچ رعایت کنیم، آروم آروم. اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد، سکوت. اگه با همون راحتی، اگه باهات را میاد، اگه روزگار بعد تو رو ازم گرفته، خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته، خوشبختی دارزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطرهامون جداشی، خوشبختی آرزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطرهامون جداشی. اما یه آرپژ پایانی هم برای فصل قبل توضیح داده بودم. میتونید آکورد آخری که در نظر گرفتید، یعنی سی ماژور که آکورد آخرمون هست، سی ره دیز فا دیز، سی ره دیز فا دیز، سی ره دیز فا دیز، سی. حالا آکورد فرض کنید دو ماژور باشه، دو می سول دو می سول دو می سول دو می سول و در نهایت یه دو. این برای پایان آهنگا
چیزیه که خیلی مرسومه و استفاده میشه. برای مثال حتی از خاطر هامون جداشی، میتونید به صورت پایگی بزنید اینجا و پایان آهنگ باشه براتون. اما 6 و 8 شاد گذاشتم آهنگ آخر این قسمت که بتونید با دقت بیشتری روش تاکید داشته باشید و کار کنید، چون یادمه تو فصل قبل ما 6 و 8 شاد رو روی آهنگ تولد کار کردیم و آهنگ 6 و 8 شاد دیگه درس ندادیم، چون گفتیم زدن و خوندن باشه یه مقدار سخت. لول اولیه‌اش اینه که اول آکورد رو به صورت 1 2 3 4 5 6 بعد بشمارید و بزنید. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. یه نکته راجع به مشترک گیری و آکوردهایی که شما باید به صورت نوت‌های مشترک ببرید جلو، من صحبت اضافه‌ای نمی‌کنم. اگر می‌بینید که اصلا براتون یه مقدار گنگ این مطالب که چرا من میمینو رو اینجوری میگیرم و شما شاید هنوز توانایی گرفتن اینو ندارید، مسلما شما تو قسمت اشتباهی هستید و بعد برگردید فصل 2 و نکات ریزش آموزش ببینید، بعد بیایید فصل 3، چون اینا مطالبی که فصل 2 کار شده و باید تمرین کنید و طی آنچه گذشتی هم که تو قسمت قبل من توضیح دادم اینه که شما 50-60% آهنگای قبل رو باید بتونید با مشترک گیری و اینا بزنید تو هر فصل قسمت‌های دهم، بعد جایگاه اصلی شما تو فصل 3 هستش، چون مسلما خروجی خوبی براتون نخواهد داشت و شما نهایتا بتونید از این پکیج استفاده کنید. 10-20% هست. اگر نمیدونید مشترک گیری چیه، دست چپا رو نمیتونید بزنید، یه سری پترنا رو اصلا اشراف ندارید، قدرت اجرایی ندارید، اینا همه رو باید برید تمرین کنید، بهتر شید، بعد بیایید وارد فصل 3. تصور کنید الان مباحث رو دارید در دانشگاه به صورت آکادمیک میگذرونید، فصل 2 رو امتحان آخر ترمتون فرض کنید شده 6، الان توقع دارید که برید ترم‌های بعدی و مدرک کامل بگیرید. مسلما همچین اتفاق نمیفته، چون تو آزمون نهایی مسلما به مشکل برمیخورید که اگر فرض کنیم که شما کلاس‌های حضوری می اومدید، حتما من از هنرجوهایی که کلاس‌های حضوری میان همیشه ازشون میخوام که با تمام پترنا بتونن بزنن، پترن‌های مختلفو بتونن اجرا کنن و مرور کنن، حفظ کنن، اسماشو حفظ کنن، چون این مطالب گردآوریش توسط خودم بوده، پترن‌ها از آهنگ‌های مختلف گرفته شده و چیزهایی که خیلی بیسیکه و شما میتونید اجرا کنید و ریتم‌های سخت‌تر وارد میشیم تو قسمت‌های بعد خیلی پیچیده میشه. مثلا فرض کنید آهنگ پیچک رو میخوام بهتون درس بدم، ما با همچین ریتمایی سر کار داریم. حالا که تو رو داشتم خیال دل اسیر آرزوهای محاله. میبینید این حالتهای ضد ضرب زدن، این ریتمیکا، یا تو آهنگای راک اسلو ما همچی چیزی داریم. میبینید اینا رو سعی کنید تمرین داشته باشید که فصلهای قبل رو که به اینجاها رسیدیم به قسمتهای بعدی به مشکل بر نخوریم. اما آهنگ سومی که براتون در نظر گرفتم آهنگ مداد رنگی ابی هست در ریتم 6 و 8 شاد. اول آکوردا رو به این صورت میزنم، یه بار مرور شه، چون 6 و 8 شاد تا حالا کار نکردیم، بزنیم بخونیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. می‌بینید آکورد می مینور ر ماژور، دو تا آکورد ساده داره، جلوتر سل ماژور داریم. آکوردش رو اول تمرین کنید، بعد برید ر ماژور، بعد می مینور، لا مینور هم داریم یه جا. پس آکوردهای هر آهنگ رو اول سعی کنید کامل به صورت جدا تمرین کنید و در نهایت باش بزنید و بخونید. ساده ترین حالتش اینه که این مدلی خونده شه. روزا، نوتاش نوت سی و سل هست. روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم،
شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. یه سری هنرجوها تو این موضوع مورد دارن مطمئنن. من اولش یه مقدار کار میکنم، آهنگ سختی هم هست برای خوندن. 6 و 8 شاد آهنگای سختی هن لحاظ پترنی برای خوندن، چون شما باید همزمان این مدلی اجرا کنید. حالا یه بار اجرا میکنم. روزا با تو. برای اینکه این مچه رو کلمه با تو حواستون باشه میشه 1 2 3 4 5 6 میشه با تو. قلق مصرع اول دستتون بیاد بقیه رو راحت میتونید. روزا با تو، روزا با تو، روزا با تو. یعنی زا، این روزا کلمه آ کشیده شد، شما بعدش زدید با تو رو میتونید با این مچ کنید. پس قسمت اول فقط کار کنید، اینجا افتاد ادامهش رو معمولا بقیه‌اش رو میتونن هنرجا بخونن. روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ حسن، توی چشم تو نگاه مثل بیت غزل. لب تو قنچه نیم، ببینید لب تو قنچه نیمه باز لب تو قنچه نیمه باز تن تو آتیش سوزنده دو، قد تو مثل سپیدار بلند. ببینید اینجا که دست من دیگه رفت سمت اکتاو نزدن و دستم اینجا داشت ترکیب میشد، فقط یکیش استفاده کردم که اینا تو فصل 1 اصلا آموزش دادم که دستاتون مخصوصا برای کسایی که اکتاو 1 رو ندارن تو این قسمت کیبورد دارن استفاده میکنن، اینا باید به این شکل بزنن. ندارن میان 1 استفاده میکنن. ببینید من حتی پیانو هم دارم نمیذارم اینقدر بمشه، میام این قسمت استفاده میکنم. ببینید قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرم‌تره صبح پرند. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ این پترن الان یه مقدار خشکه، اگه دقت کنید این 6 و 8 شاد خودمون نیست. ما باید به این یه مقدار تکنیک اضافه کنیم که فضای زیباتری به خودش بگیره، حالت 6 و 8. مثلا من وقتی دارم همون می مینور رو اینجا میزنم، روزا با تو، یه تکنیکی توی فصل 2 من درس دادم به این شکل بود. ببینید چیزی میزنم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ببینید حتی یکیش هم بیشتر میکشید فضای جالبتر ایجاد میکنه. استکاتو یعنی بزنم دستمو وردارم یعنی نگم. اینا زیاد پترنه جالبی نیست. بعد حالتش حالت فرم شاد باشه. میبینید من همون ضربه رو دارم میزنم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. آخریه رو انگار دارم یک کوچولو بیشتر میکشم، دستمو زود ور نمیدارم. روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همه خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ عسل، توی چشم تو نگاه مثل بیت غزل. لب تو قنچه نیمه باز تن تو آتیش سوزنده دو، قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرم‌تر از صبح پرند، نرم‌تر از صبح پرند، نرم‌تر از صبح پرند. این قسمت ادامهش رفته اون قسمت ملودی. که این قسمت ها رو میتونید ملودیشو خودتون هم در بیارید، ولی تو قسمت های آینده ما تو این فصل
قسمت گوشی نوازی هم داریم که شما ملودی ها رو با گوش دادن سعی کنید در بیارید. نیاز به سولفژ بهتر داره، حتما باید تمرین داشته باشید تا جایی که بتونید به بهترین شکل اینا رو اجرا کنید. تنوعات ریتمیک، تنوعات استکاتو زدن، یه سری جاها رو از حالت چیز انداختن، ریتمیک انداختن، این سکوت ها، اینا خیلی تو کارتون تاثیر داره. زدن و خوندن با پدال این برای خودش یه تنوع دیگه داره. روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همه خوابای رنگی میبینم، چشم تو رنگ اصلا توی چشم تو نگاه مثل شابیت غزل، لب تو خونچه یه نیمه بازه با تو آتیش سوزنده دو، قد تو مثل سپیدار بلند. میبینید چقدر تنوع‌های مختلفی میشه داد. همه اکتاو عوض میکنه، مثلا میتونید حالا بیایم این قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرم‌تر از صبح برا، نرم‌تر از صبح برا، نرم‌تر از صبح برا. ادامهش هم که تکرار هستش. این مروری بود بر تمام درس‌هایی که تا الان داده شده، تنوع بخشی توی این پترن ها و اینکه بتونید سریع آکوردها رو عوض کنید، تنوع مختلف بدید و در نهایت به بهترین خروجی برسید. امیدوارم قسمت اول لذت کافی رو برده باشید. سعی کنید کامل تسلطتون روی این قسمت بالا بره، عجله نکنید برای رفتن به قسمت‌های بعد. روی پترن ها و روی آهنگ ها تمرکز زیاد داشته باشید. مشترک گیری که جزء اصول آکومپانیمان تو فصل 2 بود که وارد فصل 3 هم میشه به صورت پیشرفته تر. در خدمتتون هستم با ادامه پکیج. موفق باشید.